برای که همین لحظه رو شما خوبتر احساس کنید، من یک حجت رو که اخیراً یافتم ذکر میکنم. آمدن حکومت جمهوری تاجیکستان به دوشنبه، همین خیلی، یعنی که وقتی که 7 دکبر سال 24 حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس میشه، اونجا در فرمانش نوشته که مدت 1 ماه روید به دوشنبه، هم خیلی قشلاقی است با نام دوشنبه، شما میری اونجا دولتتون رو سازید. به 150 کس از حکومت روبریت کاتیبه ها کارمندا داشته شده باید بیان دوشنبه. من اونجا یک مکتوب نوشته است به نام رئیس کمیسیون تقسیمات، گفته است که خواهی ما حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل شده باید در 1 ماه رویم دوشنبه. گفته است که یکم ما 150 نفر امیر راه تا دوشنبه 2 هفته بوده است. در همین 2 هفته ما چی میخوریم؟ یکم. دوم نوشته است که ما میرویم انا چمدان داریم، یک جامه داریم، یک لباس داریم، یک ماشینه چاپی گرفتیم در دوشنبه نیست. شنبه سال 24 است که ما یگان عرابه است، یگان خر است، یگان اسب باید که ما میرا بار کرده بریم. خودمون اگر پیاده هم. سوم است که ما به شهر یا به دهه دوشنبه میرویم، همون شب در کجا خواب میریم؟ سوال شوید. نصرتالله مقصود مکتوبش با کمیسیون تقسیمات میگه که ما همون شب در کجا خوب رویم، زیرا در اونجا عموما یکون جای وجود نداره که روی در اینجا حکومت تاجیکستان. چهارم نوشته که فصل زمستان بعد ما اینا 3 ینوری سال 25 آمدن، خلاصه فصل زمستان کوهستان حصار خنک، ما یکون بند هیزم نداریم تو یخ کرده میموریم همون شب. چیکار کنیم؟ پنجم خنیس است که اینجا بسمچی ها هستن، ما رو در 1 شب میکشن. چیکار کنیم؟ اگر همین مکتوبه بحث نمیکنیم و مضمون عمومیش اگر پیش رو بیاریم، یعنی این دولت رو ما در جای خالی ساختیم، هیچی نبوده است، هیچی از روی این مکتوب. این فرق انا برای همین بعد همین جلسه من بیرون که برآمدم یک اطراف نگاه کردم در کار، این بیناهای بزرگه، این راهی همواره، این پارک‌های، این قصرهای و همین در هر بار همین دیده ذکر که همینا نبود. ما در جای خالی همین دولت را ساختیم و امروز به حد رسیدیم که به جهانی ها پیام میدهیم همچون ملت صاحب استقلال.